دستگاه‌های سانتریفیوژ تحت خلا چیست؟ یکی از سیستم‌های ریخته‌گری فلزات گرانبها دستگاه سانتریفیوژ یا گریز از مرکز تحت خلا است. این سیستم با استفاده از نیروی گریز از مرکز و ایجاد شرایط وکیوم باعث میشه فلز مذاب با کیفیت بالاتری وارد قالب بشه و سطح قطعه نهایی بهتر و تمیزتر شکل بگیره. تکرارپذیری در ریخته‌گری یعنی اینکه هر زمان هر تعداد قطعه را از یک قالب تولید کنیم و هر بار به یک کیفیت ثابت و مطلوبی برسیم. این سیستم چند ویژگی مثبت مهم داره. جزئیات رو فوق‌العاده خوب در میاره و برای کارهای ظریف بسیار مناسبه. برای فلزات خاص مثل پلاتین و پالادینیوم عملکرد بسیار خوبی داره. چون این فلزات سخت‌تر داخل قالب جریان پیدا میکنه و این روش کمک میکنه تا قالب‌ها بهتر پر بشن. برای کارهای مناسبت که تنوع مدل بالا دارن ولی تکرارپذیری مدل ندارن. در کنار مزایا این سیستم محدودیت‌هایی هم داره. نیاز به اپراتور ماهر داره چون زمان خلأ و سرعت چرخش باید به دقت کنترل بشه. برای قطعات ضخیم و حجیم عملکرد خوبی نداره و هزینه تعمیر و نگهداری این دستگاه نسبتاً بالاست. اما در آخر در سیستم‌های گریز از مرکز فلز هدایت میشه به سمت قالب، ولی در سیستم‌های ریخته‌گری دیگر فلز مجبور میشه با فشار وارد قالب بشه.